دادگاه نوعیه شکسن ولایت ولگا در روسیه روز 12 اکتبر سال 2022 سه نفر گمانبر به کوشش دزدی از کلیسای نیکولای چودتوریتس در دهه 13 را به حبس پیشکی گرفتند. 2 نفر از حبس شدگان ساکنان قبلا هم سود شده ولایت مسکو بوده. سومی یک زاده تاجیکستان است که موقتا در شهر مسکو زندگی میکرده است. خدمات مطبوعات ریاست کارهای داخلی ولایت ولگراد درباره این کوشش دزدی گزارش مفصل ویدیویی را نشر کرده است ولی نام دستگیر شده ها را نآورده است. با قرار دادگاه هر سه دستگیر شده تا انجام تفتیش پیشکی در بازداشتگاه شهر چریپاویت نگاه داشته خواهند شد. به نام اطلاع پلیس شب 9 به 10 اکتبر سال 2022 این سگانه جنایی وارد کلیسای نیکولای چودتوریتس در دهه 13 شدند ولی با شرافت هوشیاری قراول کلیسا و شبکه‌های معاصر محافظتی به آنها میسر نشده است که از کلیسا یگان چیزی را بدزدند. کارمندان پلیس 2 تن از گمانبر شونده ها را در جای حادثه دستگیر کردند و نفر سوم که فرار کرده بود بعد چندی به دست افتاده است. پلیس ماشینی را که این 3 نفر با اون قریب 600 کیلومتر راه را طی کردند نیز مصادره کرده است. تفتیش این پرونده ادامه دارد. به بازداشت شده ها برای دزدی تا 5 سال زندان تهدید میکند. زاده تاجیکستان و یا ادوکات و یا نزدیکان او برای شرح حادثه دسترس نیستند. هر سال در روسیه چندین زاده تاجیکستان با اتهام دزدی دستگیر میشوند ولی این یکی از اولین حالت‌هایی است که یک زاده تاجیکستان در روسیه برای کوشش دزدی از کلیسای پروسلاوی به دست می‌افتد.